پرفروش‌ترین کنسول‌های بازی 5 پلی استیشن 4 کنسول بازی که در سال 2013 و در اوج رقابت با ایکس باکس مایکروسافت به بازار عرضه شد و تا سال گذشته موفق به فروش تقریبا 117 میلیون دستگاه شده. 4 گیم بوی و گیم بوی کالر یکی از پرطرفدارترین کنسول‌های دستی که سال 1989 عرضه شد و جالبه که 46% از دارندگان اون خانم‌ها بودن. حدوداً با 118 میلیون دستگاه فروخته شده در رتبه چهارم قرار گرفته. 3 نینتندو سوئیچ اولین کنسول هیبریدی جهان که در سال 2017 روانه بازار شد. ترکیبی از کنسول‌های خانگی و دستی که در سال‌های شیوع کرونا به محبوبیت زیادی رسید و تا به حال 130 میلیون دستگاه فروخته. 2 نینتندو DS بیشترین فروش رو میان تمامی کنسول‌های نینتندو داشته و نسخه اصلی سال 2004 عرضه شد. با قیمت بسیار مناسب و عمر باتری فوق‌العاده موفق به فروش 154 میلیون دستگاه شده. 1 پلی استیشن 2 پرفروش‌ترین کنسول تاریخ که در سال 2000 عرضه شد و سونی بعد از 13 سال ساخت اون رو متوقف کرد. با فروش 159 میلیون دستگاه در حال حاضر رتبه اول رو داره.